بچه ها، من آرانسچی هستم. میخوایم بریم به یه ویدیو دیگه. اومدیم بازی ایرانی، ماشین بازی پارس. میخوایم بریم بیدو سوار شیم. ببینیم اصلا هست. فرودگاه کجاست؟ فرودگاه جالب گیمره. تهران داره، جاده داره، برج میلاد داره، میدون آزادی داره، همه چی داره. دور بزنم. بیدو نیست. اگه بیدو بود حتما ما همین اول میذاشتن دیگه. حتما بیدو نیست. دیگه. نه بریم تو هوا. میخوایم فرود بیایم باش. نمیشه فرود اومد. سخته. میشه فرود اومد اما خیلی سخت. و برم دور که تنظیم کنم چجوری فرود بیام. بچه من یه چند روز مریض شدم. قشنگ برم. یعنی خیلی روندنش سخته، مخصوصا دور زدنش. دور بزن دیگه. صاف بالا. کچ موشک زدم. میخوام فرود بیام. کی تو ایران بیدو اومده. خب صاف. اینو میاریم پایین. آقا تو رو قرآن تا اونجا سرعتت کم شد. سرعتت کم. فکر کنم شد دیگه. آره شد. بیدو فرود آوردم. بیدو. نخور، تو رو قرآن نخور به دیوار. نخور. چیزی نشد. آقا یه بار دیگه هم بریم فرود بیاریم باز. دود کرد. آتیش گرفت. چرا؟ باشه دیگه ویدیو تموم شد. بیدو رو که رفتیم دیگه، پروازم نمیکنه. چه چیزی؟ هواپیمای پارس. خب اینم بیدو روندنمون و الان ویدیو دیگه تموم شه، چون بیدو سواری کردیم. لایک و کامنت هم فراموش نشه.